دادگاه نویه واسه با قرار خود از 22 اپریل سال 2022 ساکن دهه زرکاران جماعت به نام ویسوف این نویه واحد توشتیمیروف را برای تا حال از قید زکس نگذرانیدن دختر 2 سالش فرانوس که تا حال شهادتنامه تولد نداشته است به اندازه 3 نشان دهنده برای حسابها برابر 192 سومانی به فایده دولت جریمه بسته است. مرکز مطبوعات دادستانی کل تاجیکستان روز 11 مای خبر داد که دادستانی نویه واسع ولایت ختلان حالت اجرای قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند را در بخش ثبت اسناد اولت شهروندی نویه واسع سنجیده معین نموده است که شهروند توشتیمیروف واید ساکن نویه واسع جماعت دهات ویسوف دهه زرکوران فرزند نابالغش توشتیمورو و فرانوس سنه تولدش 23 فوریه سال 2020 را از قید دولتی ثبت اسناد اولت شهروندی تا حال نگذرانیده است. دادستانی خاطررسان کرده است که طبق طلبات ماده 8 سرخط 2 قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند پس از تولد فرزند پدر و مادر عهده دارند که پس از تولد فرزند را در مدت تا 3 ماه از قید دولتی ثبت اسناد اولت شهروندی گذراند. در همین اساس پروکورور نویه واسع نسبت به توشتیمیروف بر اساس ماده 90 کودکس حقوق ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان پرونده حقوق ویرانکنی ماموری آغاز نموده به دادگاه ارسال نموده است و دادگاه توشتیمیروف را 192 سومانی جریمه بست.